دوستان عزیز، امروز اومدیم یه ویدیو واقعا جالب بسازیم. ویدیو هم در مورد یه ماشین خیلی خفنه. میخوام با یه بشکه یه ماشین موشکی درست کنیم. واقعا خیلی سرعت داره و بریم برای ساخت. سلام دوستان عزیز، امروز اومدیم یه ماشین واقعا جذاب بسازیم. واقعا ماشین خیلی خوبیه و خیلی هم سرعت داره. بریم واسه ساختش. یه دونه آلمیچر میخواد، یه دونه دکمه، یه دونه موتور و 4 تا سر بشکه، 2 تا نی، یه دونه بشکه، چوب مار کباب. همینا رو میخواد. حالا بریم واسه ساختش. ماشین واقعا قویه. یه دونه بشکه میخوایم، 3 تا نی، 4 تا حلقه و سر بشکه و مربعی شکل میبریم و 5-6 جام جلو به این شکل در میاریم. واقعا قشنگ. نی رو میچسبونیم به کف بشکه، چسبش میزنیم، به این هم همین شکل. و این موتور آلمیچر هم چسب میزنیم. یادتون باشین که آلمیچر رو باید خیلی چسبش بزنیم، چون اگه آلمیچر بکنه دیگه ماشین رو کلا خراب میشه. پلاستیک رو نصبش میکنیم. سعی کنید سوراخ ها مار سر بشکتون که میخواین انجام بدین دقیق باشه که ماشینتون تاب لاستیکشون تاب ور نداره. میشه وسط سر بشکه رو سوراخ کنیم و دکمه چسبش میزنیم. خیلی باحال شد پسر. و اینم از موتورش. حالا میریم واسه یه اتاقی که داخل. میخوایم واسه یه فرمون با این داشبورد درست کنیم. چقدر قشنگ شد. و حالا صندلی عقب اونم همین شکل چسبش میزنیم و کف بشکه میچسبونیمش. اینم از صندلیاش. چقدر قشنگ شد. و اجزازش میچسبونیم. و اینم از ماشین ما. ماشین واقعا قشنگ و پرسرعت. واقعا سرعت زیادی میره. دوستان عزیز، تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار. دوستان عزیز، واقعا ویدیو خیلی آسونی بود. فقط با 3 قلم برقی، یه موتور با یه دونه دکمه با یه دونه باتری کتابی میتونی یه ماشین واقعا سرعتی و قشنگ بسازی. لایک و سابسکرایب یادتون نره.
تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.